من یک داستان بگم. ابو حنیفه رو میشناسید؟ در سن 10 سالگی ابو حنیفه خواب دید. امام اعظم رحمت الله علیه در سن 10 سالگی خواب دید که قبر پیامبر رو داره نبش میکنه. از خواب پرید که خیس عرق بچه 10 ساله، دوید به طرف مادرش، گفت مادر کابوس دیدی؟ خواب وحشتناکی دیدی؟ خیس عرق شدی؟ خودش انداخت به آغوش مادر، گفت مادر خواب دیدم که قبر پیامبر رو نبش میکنم. دست فرزندش گرفت برد پیش معلمش، گفت جناب شیخ پسرم خواب دیده که قبر پیامبر رو نبش میکنه، منم احساس وحشت میکنم، تعبیر این خواب چیه؟ گفت خواهرم آرام بگیر، این خواب نوید بخشه. گفت این پسر 10 ساله تو کل وجودش عشق و علاقه و محبت و عشق و علاقه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم کل وجودش رو در بر گرفته. این قبر رو نبش میکرده، قبر پیامبر در جستجوی میراث پیامبر بوده، فکر میکرده که میراث پیامبر تو قبر پیامبره. مادر آرام گرفت، گفت تعبیرش همینه. گفت بله، این بچه تو کل وجودش مالال مال از محبت خدا و رسول خداست و در جستجوی میراث پیامبره. آیا ابو حنیفه میراثبر پیامبر شد رحمت الله علیه یا نشد؟ امروز در دنیا 500 میلیون از فقه او پیروی میکنن. یکی از افتخارات جامعه اسلامی و انسانی است. شاگردای بزرگواری تربیت کرد. پدرشو بشنویم که بوده. دکتر عمر عبدالکافی در کتاب آثار طاعت می نویسد که جوانی در کوچه های کوفه سرگردان بود، قدم می زد، از کنار دیوار باغی رد می شد، دید که خوشه درختی خم شده تو کوچه، چند دانه از میوه اون افتاده روی زمین. این جوان رسید میوه رو از روی خاک بلند کرد، خورد. وقتی تو شکمش قرار گرفت احساس کرد که شاید صاحبش راضی نباشد. در به در دنبال صاحب باغ گشت و پیدا کرد. گفت برادر این باغ و بستان مال توست؟ گفت بله. گفت 2 دونه از این میوه ها، نه از این که از درختت بگیرم یا رو دیوار بروم از اون خوشه درختت بگیرم، روی خاک افتاده بود خوردم، اما بعد از این که خوردم گفتم شاید صاحبش راضی نباشد. صاحب باغ یه لحظه فکر کرد، بعد گفت که بله صاحب باغ منم و من حلال نمی کنم، نمی بخشمت بدون اجازه من. صاحب باغ بیزنسمن بود، تاجر بود، تاجر حکیم و عاقل و دوراندیش بود. سرمایه رو 4 تا بته نخل و پرتقال و سیب و درخت به حساب نمی آورد. وقتی این جوان با این ایمان و خدا ترسی و حلال خوری دید 2 دانه‌ای که تو کوچه افتاده، گفت من باید باغو از دست بدم. این صاحب تقوا و خدا ترس مومن، این جوان مجرد و این باید هر کاری بکنم جز به سرمایه های خودم بکنم. گفت برادر حلالم کن، من معذبم، پریشانم. هرچی بیشتر التماس میکرد اون سخت‌تر میگرفت. گفت چقدر بها دارد؟ من پول ندارم، کارگری میکنم. گفت اجیرم نمیخوام. همون پیشنهادی که دختران شعیب به شعیب دادن علیه السلام، یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. ای بابا این جوان موسی رو اجیر بکن تا پیش ما کار بکنه، 2 تا صفت داره، نگذار که از دستت بره. دختراش بهش گفتن. بابا گفت که پیغمبر بود، پیغمبر شعیب. گفت دخترام این 2 تا صفتش چیه که شما میگی اونو اجیر کن؟ گفت یکی قویست، یکی امینه. نهایتش گفت که پسرم به یک شرط حلالت میکنم،
دختری دارم کر کور لال فلجه، باش ازدواج کن. گفت چشم. درنگ نکرد، فکر نکرد. بعد از اینکه گفت چشم، گفت پسرم دوست دارید قبل از صیغه عقد همسر آینده تو ببینید؟ گفت نه. به خاطر اون و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که از خدا بترسه. صیغه رو خوندن، داماد شد. وقتی رفت تو حجله دید که مثل این که قطعه از قرص بدر ماه شب 14 قطع بکنن تو صورت این دختر، یک پارچه نوره. گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همسرش جواب داد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، اهلا و سهلا، خوش آمدید شوهر عزیزم. بعد گفت تو صدای منو شنیدید؟ تو جواب سلام منو دادید؟ گفت بله. تو سالمید؟ گفت بله. پس این جریان حرف پدر شما چی بود؟ گفت پدر من لا ازکی علی الله احدا، اما انسان خدا ترس و با تقوایی است. درست تاجر باغداره. گفت وقتی که ما رو تربیت کرده از کودکی و بچگی، این چشم کور بوده از حرام، این گوش کر بوده از حرام، این زبان کر بوده از گفتن حرام، این دست و پا فلج بوده از دادن و گرفتن حرام، رفتن و آمدن از جای حرام. نتیجه اون شب نطفه‌ای بسته شد. از اون نطفه نوزاد پسری به دنیا آمد و اون بچه در سن 10 سالگی خواب می‌بیند که قبر پیامبر رو نعبشویی کند.